مهمترین کار بعد از خرید یک زمین دیوارکشی اون زمینه. پس تو این پست با هم دیگه مراحل انجام دیوارکشی رو می‌بینیم و هزینه‌ش رو محاسبه می‌کنیم. قبل اینکه این ویدیو رو ببینی حتما کانالمو سابسکرایب کن، لایک و سیو هم یادت نره. مطمئن باش به کارت میاد. تو مرحله اول تمام علف‌های هرز رو میزنیم که حد و حدود زمین مشخص بشه. همچنین برای رفت و آمد و آوردن مساله هم دست و پاگیر نباشن. مرحله بعدی نوبت خرید مسالهه. مساله دیوارکشی شامل بلوک سیمانی، سیمان و شن و ماس است. البته برای صرفه‌جویی توی هزینه باید از همون اول بدونید که از هر مساله‌ای چقدر لازم دارید که در انتها نه چیزی زیاد بیاد نه چیزی کم بیاد. حالا نوبت درست کردن اولین ملاته. این ملات به عنوان مسطح کننده پیمون استفاده میشه. زیرسازی دیوار بسیار مهمه. پس دقت داشته باشید نه کج و کوله باشه نه شیب داشته باشه. بعد از انجام زیرسازی و کار گذاشتن اولین ردیف از بلوک ها، 4 طرف زمین رو 4 تا میلگرد کار میذاریم و با استفاده از ریسمون ردیف های بعدی رو میچینیم. دقت داشته باشید بعد از هر 7 بلوکی که به طول کار شد باید 2 بلوک به عرض کار بشه تا ستونای دیوارمون استحکام لازم رو داشته باشن. به همین ترتیب ما بقیه ردیف‌ها رو هم کار می‌کنیم و در نهایت می‌بینید که یه دیوار کاملا صاف بدون کوچکترین شکمی دارید.